خب 2021 وقتی که امام علی رحمانوف چیکار کرد، فرمان داد در ولایت مختار کوهستان بدخشان همین سربازانی که به اصطلاح امام علی رحمانوف گویا وطن دوست بودن بالای مردم عادی تیر خالی کردند. وقتی که یک سرباز و هموطن خودش را بیگناه میکشد و سوال نمی کند که اینجا من چرا این را کشتم، چگونه میشود گفت که حسی وطن دوستی و حسی وطنداری دارد؟ ما میتونیم این را بگوییم، ما میتوانیم اینجا ادعا کنیم که در امنیت در این سربازان ما، سرحدهای ما امروز از جانب کسانی که میتوانند در مقابل هر دشمنی بیستن نگهداری کرده میشوند، حفاظت کرده میشود. وقتی که سرباز ما میراد در بدخشان بالای مادری تاجیک که فرزندش به شهادت رسیده است از دست همین ظالمان، بازم تیر خالی میکند. تابوت فرزند مادر در دستش در میدان ایستاده است، میاد لطکوب میکند و کسی که از فرزند این اومده ضرورش حمایت میکند و قتل میرساند، شکنجه میکند. ما میتوانیم این را وطن دوستی و وطن داری بدانیم. سال 2012 وقتی که همین هموطنان ما به خاطر دفاع سرزمین خستن، بازم امام علی رحمانوف این با یک امضا به یک قرار مردم و سربازا را روان کرد در ولایت مختار کوهستان بدخشان، زیاده از 100 نفر به قتل رساندن و این همین سربازا رفتن در اونجا به قتل رساندن. کدام وطن دوستی، حسی وطن داری؟ ما از کدام مسئله میتونیم در اینجا سخن کنیم؟ یعنی فقط تمام کارها تبلیغ خانواده رحمانوف و خدمت به خاطر یک اولاد و یک شخص و هر کاری که برای شایسته اون باشد چیکار میکنن؟ انجام میدن. حالا من به نقطه بعدی برمیگردم، ولی اینجا میخوام این نقطه رو ذکر کنم که در همین گرند سلمی که در دوشنبه برگزار شد، گوشتین جودا، در همین جا یکی از تبلیغگران همین حکومت، یکی از کثیف‌ترین انسانی که در اونجا رفته بود، نقطه خیلی جمله خیلی معروف این چاپلوس‌ها رو در اونجا اشاره کرد که ما تمام این برنامه‌ها را برگزار میکنیم، تمام این کارها رو میکنیم فقط به خاطر خوشحال شدن جناب عالی. وقتی که ما میگوییم که تمام کارها در تاجیکستان انجام داده میشود به خاطر یک خانواده، به خاطر یک شخص، اینجاست که از زبان خود آنها این برآورده میشود. خود اون شخص در همون روزی ورزشی که یک همایشی خیلی بزرگ در دوشنبه بود، خود در اونجا در حضور تمامی ورزشکاران صحبت کرد و گفت که تمام این ورزش ها را ما تشکیل میکنیم به خاطر خوشحال کردن، سرخوش کردن جناب عالی. یعنی به خاطر بهتر ساختن و سرخوش کردن یک شخص تمام کار رو انجام میدن. هدفشون بهبود ساختن ساحه ورزش، ساحه نظامی نیست. هدفشون بهبود بخشیدن خانواده و حفاظت خانواده امام علی رحمانوف است. خوشحال کردن یک خانواده رقاصه است. ملت مسلمان امروز آمده است به اون درجه رسیده است که به فرمان یک بدبخت اجازت میگیرد میرود برادری مسلمانش را به قتل میرساند، باز میآید چیکار میکند؟ برای این رقاصه میرقصد و سرود میخواند و کون میجنباند. این است مگر شیوه مردانگی در ملت مردمی تاجیکستان؟ از کجا این تعلیم را ما گرفتیم که باید برای سرخوشی یک خانواده ما بریم هموطن خود را بکشیم، ما بیایم رقص سرود در یک طرف دیگه اجرا بکنیم؟ همون زمانی که مادر گلبدین زیابکوف در ولایت مختار کوهستان بدخشان نالش میکرد، ناله داشت، غم میخورد، در خانهش گریه میکرد، همین بدبخت ها بودن که در با میدان شهر باروخ چیکار کردن؟ خاروخ چیکار کردن؟ رقص پیدا کردن، حافظای سراینده های مشهور تاجیکستان آوردن، یک رقص سرود کردن، با چند تا کثیف بدخشانی هم در همونجا برومد رقص کرد، سرود خواند، نمیفهم فلان بسمدان کرد، در حالی که مادر غمخوار تاجیک که فرزندش را از دست همین ظالمان
به قد رسانیده بودن از دست داده بود، در کنج خانهش با صدای همین موسیقی نالیش میکرد و در گوشش پخته زده بود که نشنود و گریه میکرد. مگر این ناموس تاجیکی است؟ مگر این ناموس مسلمانی است و این حس وطنداری است و این حس وطن دوستی است؟ وقتی که ما میگوییم که صداقت رحمان به وعده هایش واقعی نیست، این گونه واقعیت ندارد، این گونه همه حرفای او دروغین. السلام علیکم برادران و خواهران عزیز و گرامی قدر. صدای ما هست در پخش مستقیم بچه‌ها؟ اگر صدای ما باشد یک پیام بنویسید ان شاء الله که برنامه رو آغاز میکنیم. صدای ما هست بچه‌ها؟ در یوتیوب فیسبوک صدای ما میاد برادران؟ خب اگر دوستان صدای ما در پخش مستقیم باشد یک لطفاً یک نظرت. بله صدام حسین، بله تشکر برادر عبدالله، زنده و سلامت باشید. از برادرایی که نوشتن امیدوارم که ان شاء الله که برنامه خوب خوشرنگ بگذره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول محمد و آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت همه شما همدیاران و هموطنان عزیز و گرامی قدر، همونطور که شما از اسم برنامه میبینید ما در موضوع معاش، بلند شدن معاش صحبت خواهیم کرد و اینچنین در موضوع عنوان‌هایی که به نزدیکان رئیس جمهور و کسانی که در منصب هستند داده می شود. این موضوعی است که موضوع اول و بحثی برنامه ما خواهد بود و ما در این موضوع، یعنی دو موضوعی که با هم قاطی کردیم، با هم یکجا کردیم، شاید دایره یک ساعت زیادتر یا کمتر صحبت کنیم و بعدا برمیگردیم به موضوع آزاد و بر رسانه‌های تاجیکستان سر میزنیم و میبینیم که در رسانه‌های تاجیکستان چگونه تعریف توصیف و این مسئله ها وابسته به امام علی رحمان و امثال آنها انجام داده میشه. همدیاران و هموطنان عزیز و گرامی قدر، ما در همین هفته شاهد آن شدیم که در تاجیکستان امام علی رحمانوف با یک جلسه، با یک دیدار و یک نشست به زیاده از 100 نفر عنوان‌های گوناگونی رو توفیق کرد. این عنوان‌ها، این جایزه ها، بعضی هایش شاید در یک سطح خوب بود ولی بیشتر اینها نمایشی و به کسانی بود که نزدیکتر به امام علی رحمان و منصبدارانی بود. و از جمله دختر امام علی رحمان، نوزاده رحمان، نیز یک عنوانی در این جلسه، در این نشست گرفت که این عنوان و دختر خود امام علی رحمانوف داده شد از جانب پدرش. شاید بعضی هایی را درک نکنن که چگونه دختر امام علی رحمانوف عنوان میگیره. شاید بعضی ها را افتخار بشمارن که دختر امام علی رحمانوف برای کارکردش در ساحه تاجیکستان، در ساحه‌های گوناگون بسیار مفید است و برایش بهتر است که توفیق بدهند. اما سوال اصلی که اینجا میتواند بسیار مفید باشد این است که چگونه مردم تاجیکستان در پسترین سطح زندگی قرار دارند. هزارها شهروند تاجیکستان از تاجیکستان برای کار در مهاجرت مهنتی در جایی که در بدترین شرایط قرار دارند، از جمله در روسیه، تحت فشار، ظلم و شکنجه، تحت تحقیر، زندان، کشتن و هزارها تهمت‌های دیگری قرار میگیرد به اونجا میرود. ولی در تاجیکستان دختر امام علی رحمانوف که فرزندی کلانیش هست عنوان میگیرد. این را سوالی نه تنها از جانب من بلکه از سوالی تمام شهروندان تاجیکستان خواهد بود که بسیار پاسخ دادنش برای هر کسی که در منصب است سخت‌تر است. ولی ما حدس خواهیم زد که چگونه میتواند چنین باشد، چون ما دقیقاً در روند زندگی خود که طول 10 سال بزیادتر می شود در سیاست قرار داریم و هر روز رفتار و کردارهای فرزندان امام علی رحمان و خود امام علی رحمان رو بررسی میکنیم و میخوانیم، میبینیم، میتونیم عنوان بزنیم، میتونیم حدس بزنیم که چرا امام علی رحمان چنین عنوانها را به دخترش و نزدیکانش توفیق میکند. حالا امسال به علاوه تمام این
باز هم ادعاها کرده شد که در تاجیکستان معاش به 3100 چند سامانی بالا برده شد. حالا این معاشی که اینها با این درجه را به گفت خود حکومت بالا بردن تا چه درجه را میتواند درست باشد؟ زیرا ما و شما میدانیم که در تاجیکستان معاشی که اونها میگیرند در پایان ترین سطح قرار دارد. حتی اشخاص هایی هستند که 800 سومن، 1000 سومن، 1500 سومن معاش میگیرند. حتی ما اگر اشتباه نکنم در برنامه ناگفته های آرزوی صایف، یکی از معلمانی که در اونجا اشتراک کرده بود، وقتی که آرزوی صایف از او سوال کرد که معاش شما در مکتب چند سوم، از گفت 800 سوم. آیا با شما میرسد یا نمیرسد؟ نه نمیرسد، ولی کاری میکنیم که از هر رو او را چیکار کنیم؟ برسانیم. وقتی که خود آموزگار، نفری تربیت دهنده این کشور، نفری اساسی این کشور که او برای من و تو، برای فرزندان من و تو علم و عقل و خرد و کسب می آموزد، وقتی که 800 سومانه است و او را معاشش کافی نمی کند، چگونه ما میتوانیم ادعا کنیم که معاش پوره‌ای داریم؟ حتی اگر فرض کردیم که 3000 سومان برای یک معلم، برای یک آموزگار معاش تعیین کنند، امروز خراجات یک معلم برای یک کار رفتنش چقدر است؟ خراجات او را حساب کردید، سوزشواری در تاجیکستان در گرانترین سطح قرار دارد. وقتی یک آموزگار میخواد به مکتب برود و از مکتب برگردد، حتما برای او راه پولی لازم است. اون که بی پول نمیرود بیاید. در هفته گذشته سفیر ترکیه با انتقاد مسافران که چرا گرانترین چیپته در تاجیکستان بین ترکیه است و دیگر چیپته ها ارزان است، گفت گرانترین سوزشواری در جهان در فرودگاه تاجیکستان است و این باعث می گردد که قیمت ها بالا برود و ما قیمت ها را پایان آوردن نتوانیم. مشکلات منپالی که امروز گرفته این نشان می دهد چگونه تمام چیز وابستگی به کی دارد؟ به خانواده ایمالی رحمانوف. و اونها چیکار میکنن؟ نگاه میکنن، نظارت میکنن و باز هم علاوه بر این عنوان میدهند به خاطر اون چیزی که کسی توانید در سر قدرت دزدی های زیادی بکنه. اگر دختر ایمالی رحمانوف در چند سال اخیر به پدرش وفادار بود، نه به مردم، نه به ملت، نه به کشور، نه به دین، بلکه به خود پدرش و اولاد و خشتوارش وفادار بود، پس مطمئن باشید که برایش عنوان میتیند. عنوانی که تو وفادار ما بودی و به ما خیانت نکردی. و همین گونه به هر اشخاصی که در اینجا بیشتر عنوان دادن. شاید در مابین این اشخاص افرادی خیلی کمیرم که در جامعه شهرت دارن و کمی خدمت میکنن عنوان بدهند. این عنوان هایی که بسیار شمارشان اندک است، به خاطر آنی است که چشم مردم را خاک بپوشن که آنها چیکار دارن؟ عنوان دارن. برای همین یعنی اونها ما و ترا در چشم خاک میپوشن که من به فلانی و فلانی کارکننده تئاتر فلان جایزه قهرمانی دادن. وگرنه ما میدانیم که این خاک پوشیدن به چشم مردم است تا نبینن که این عنوانها فقط به خاطر دزدی منصبداران داده شده است. وگرنه آزاده رحمان تا اینجانی به این ملت چه خدمت کرد؟ طول 10 سال می شود در دستگاه اجرایی پرزیدنت کار میکنند. چند نامه مردم به این دستگاه رفته است که این توانسته است اون شکایت ها را به پدرش برساند و پدرش این شکایت های مردم را حل بکند. چند نامه شکایتی مردم به دست آزاده رسیده است و در رسانه ها نشر شده است که ما از آنها بخبر باشیم. و اگر شما بخواهید، من میدارم به گوگل و هر رسانه دیگه ای که شما میخواهید در جستجو این مسئله رو مینویسیم و میبینیم که آیا دختر امام علی رحمانوف، آزاده رحمان، که از 10 سال بیشتر در خدمات اجرایی پرزیدنت قرار دارد و این وظیفه را، این مسئولیت را به دوش دارد، چه خدمتی انجام داد؟ کدام شکایت های را حل فصل کرد؟ این مسائل ها را ما میتونیم در روند برنامه چیکار کنیم برای شما نشان بدیم. اگر بخواید، من از شما، از بینندگان فقط این سوال میکنم، آیا شما میخواهید که این مسئله را من به سمت شما بیارم برسانم؟ اگر بخواهید من در حضور شما
در اینجا که اینترنت داریم با هم چیکار میکنیم؟ میدرویم با هم و این مسئله رو از داخل اینترنت حل میکنیم، پیدا میکنیم و برای شما روان میکنیم. برای همین همدیاران و هموطنان عزیز، این مسئله هایی را که وقتی ما در اینجا صحبت میکنیم بسیار دقت بدید، بسیار دقت بدید و به خود سوال کنید که چرا فرزندی یک مهاجری که امروز اقتصاد کشور به پول اون میچرخد چرا عنوان نگیرد؟ چرا مهاجری اذیت کشیده‌ای که در روسیه دستی 1000 مهاجر دیگر رو میگیرد چرا عنوان نگیرد؟ باید کرامت شریپوف، کسی که سالها به ملت تاجیک و مردم تاجیکستان در روسیه خدمت کرد، وقتی به تاجیکستان آمد باید عنوانش میدادن. باید عزت امان، کسی که سالها در روسیه به مردم خدمت کرد، برایش عنوان میدادن. همین دکتر عبدالله، کسی که امروز حکومت را تعریف میکند و قبلا مخالف حکومت بود، این نفر زیاد به مردم در گذشته خدمت میکرد و عین حال من نمیدانم به تاجیکستان رفته و بخشش میپرسد از حکومت که دیگر او را تعقیب نکنند و بالایش فشار نیارند، در حالی که حکومت باید به اینها عنوان قهرمانی میداد، عنوانی میداد که اونها چیکار کردن؟ به ملت و مردم در روسیه خدمت کردن. من خدمت های ایشان را زیاد میشنوم که ایشان در روسیه کسی که به او مراجعت میکند از دیدگاه پزشکی و یا طبی او بدون دریغ به تاجیک خودش خدمت میکند و در رسانه‌های مجازی نیز تا حد امکان تا سالهای گذشته من زیاد خاله‌هایش را پیگیری میکردم، خدمت میکرد. ولی چند سال اخیر مخالفان شده است و حکومت را تعریف و توصیف میکند. سبب در یک چیز است، چون چرا رفت تاجیکستان به جای عنوان چیکارش کردن؟ نامه بخشش پرسید و گفت که من دیگر این کار اون کارو نمیکنم و امروز آمده است در روسیه برگشته است و به خاطر اون چیزی که باید دقت حکومت را جلب کند که او دیگر در مخالفت قرار ندارد، چیکار میکند؟ تنقید و توهین مخالفان را میکند. برای همین با این اشخاص باید عنوان داد. با کسی که در ساحه خود به مردم خدمت نکند باید عنوان اختیاری را، عنوان روزنامه‌نگاری را به دلیل امامعلی میدادن. با کسی که در خدمت مردم قرار داشت و در تک تک در خانه مردم میرفت، چیکار میکرد؟ از مردم شکایت و عرض داد اونها را میگیری و به رسانه‌ها میرسان تا اینی که حکومت بفهمد و به او کمک بکنه. باید به ذوقبک سید امینی عنوان میدادن، همچون یک روزنامه نگاری که تربیه‌گر نسل جوان بود و بر مقابل تروریست افراطگرایی هزارها نوار حتی در تلویزیون دولتی نیز انجام داده بود. نوارهاش تا امروز معرفت دارن، تا امروز بیننده دارن، تا امروز مردم از آنها لذت میبرند. آیا نوار مشهوری ذوقبک سید امینی که توانست روزها را بلرزه بیارد یادتان نیست که رفت از خانه پیرانسالان روزهایی را به نوار گرفت که اونها فرزندانشان در تاجیکستان پرتافتن، فرار کردن، روسیه رفتن و خود این پیرانسالان روس از جانب مردم تاجیک در اونجا عزت داده می شوند، احترام کرده می شوند و اونها از اونها پرستاری کرده می شوند. اونم به زبان روسی این نوار را کرد که این در زمان نشر شد که ملت تاجیک در سال 2012 اگر 10 و 12 بود اشتباه نکنم، بعد از لیاچیکا را دستگیر کردن، در ذلت قرار داشت و روسا بالا اینها تأخیر میکردن و این نوار ذوقبک سید امینی باعث گشت که چیکار کنن؟ دیدی بیشتری روزها به تاجیکا تغییر پیدا کند. اگر چون این روزنامه‌نگاران حقیقی وجود می داشت، مطمئن باشید که تاجیکستان گل شکوفان میشد و تاجیکستان آزاد میشد. و آزادای رحمان به این ملت چی کرد؟ بیایید در قدم اول ما مسئله عنوان را از رادیوی آزادی این اخبار را به سمت شما میرسونیم و میخونیم و بعدا برمیگردیم به موضوع دیگری که ما را، یعنی موضوع دومی که به همین موضوع ما را ربط دادیم، با هم او را میخونیم. اول من
همونطور که شما میدونید در روی اکران خود شما میبینید من موضوع عنوانی دختر ایمالی رحمانوف رو در روی اکران آوردم و شما او را میبینید و من این را برای شما این حال قرائت میکنم میخونم تو اینه که انشالله با هم بیشتر با این معلومات پیدا کنیم و بعدا بازم در روندی خواندن میتونیم با کمی تحلیل کردن به نقطه هایی که بسیار مهم است اشاره بکنیم. ایمالی رحمان خب ما اینجا رحمانوفش میگیم چون دیگر این صدها بارشید نامش رو عوض میکنند، سرخانون رو عوض میکنند و ما به همون نامی که قبلا یادش میکردن به همون اسم یادش میکنند. ایمالی رحمانوف با دخترش آزاده رحمان عنوان داد. ایمالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با دخترش آزاده رحمان که از سال 2016 رئیس دادگاه اجرایی پرزیدنت است عنوان فخر کارمند شایسته داده است. مراسم روز 25 آگوست در شهر دوشنبه گذشت. خب ببخشید دوستان. خیلی ببخشید دوستان عزیز. همونطور که شما در اینجا میبینید آزاده رحمان که از سال 2016 رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت است. از سال 2016 نه تقریبا 10 سال می شود رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت است و تو امسال در این وظیفه کار میکنه و کدام عنوان داد به دخترش آزاده رحمان که از سال 2016 رئیس دادگاه اجرایی پرزیدنت است عنوان فخری کارمند شایسته داده است. کدام شایسته سالاری، کدام شایستگی؟ شما در کجا دیدید که دختر ایمالی رحمانوف توانست در طول 9 تا 10 سال خدمتش شایسته باشد؟ من تا امروز ندیدم در جایی که بتواند شایستگی کند. البته در بعض حالتهایی که چاپلوسان و روزنامه‌نگاران قلمشان در خدمت خانواده ایمالی رحمانوف قرار دارد چیکار میکند؟ خدمت میکند به ای، یعنی می نویسند، تعریف میکنند، توصیف میکنند. حالا اینجا در دوام که دیگر چند نفر دیگر همونطوری گفتم در کلاهک به خاطر چشم پوشانیدنی مخالفان، چشم پوشاندنی مردم باید نامگذاری شود. چندی از کارمندان تئاتر و دیگر کارمندان را بازم عنوان دادند. ما از این زید نیستیم، بگذار عنوان به کسانی که در تئاتر کار میکنن، در ساحه تربیه و این چیز کار میکنن مشکلی ندارد، ولی به اولاد و حکمتدارانی که خدمت نکردن این عنوان سپاریدن خیانت به همین ملت است. بیایید اینجا رو ببینیم. وبسایت پرزیدنت نوشته است که 23 نفر به عنوان فخر کارمند شایسته، 3 نفر به اردن دوستی، 1 کس به اردن شرف درجه اول، 11 نفر به اردن شرف درجه 11، 107 کس به مدال خدمت شایسته و 7 نفر با افتخارنامه جمهوری تاجیکستان سرفراز گردیده شدند. مخامات میگن که این جایزه و عنوانها در آستانه 34مین سالروز استقلال تاجیکستان تقدیم شد و با کسانی که در خدمت دولتی، رشد علم و فرهنگ و دیگر بخش‌های اقتصادی ملی دستاوردهای بلند مهنتی و فعالیت ثمربخش داشتند. نمایندگان خب اینجا ببینید میگن این عنوانها رو به کسانی دادیم که در خدمت دولتی، رشد علم و فرهنگ و دیگر بخش‌های اقتصادی و ملی دستاوردهای بلند مهنتی و فعالیت ثمربخش داشتند. اینجا رو ما به حرفی به رنگ زرد میکنم، شما ببینید. خوب دقت بتید، یعنی در خدمت دولتی کسانی که خدمت این مردم رو کردن. حالا اینجا کارمند حکومت خدمتگار مردم است، خدمتگار دولت است. دولت همچنین خدمتگار او را در وظیفه گرفته است، به اسم حکومت شناخته است و او خدمتگار مردم، یعنی به اصطلاح دیگر غلام مردم کار میکند، چون مردم به او معاش میده. و کسی که در اینجا همچون یک انسانی که کاری خوب میکنند، مثلا تو یک کارگر رو به خانت میاری برای تو یک ساختمان میسازد، تو
ساختمان رو براش نقشه‌اش رو میدی و اون نقشه رو قشنگتر و زیباتر کرده برای تو میسازد و تو میگی برای این کاری که تو بسیار با صفت و عالی و زیباتر انجام دادی، من برای تو مثلا یک مبلغ زیادی اضافه میدم. این را میگوین عنوان دادن در دیدی حکومتی. حکومت نمیاد برای تو این کار بکند، بلکه میاد یک عنوان و جایزه پولی که در زیر این عنوان هست برای تو توفیق میکند. ولی آزاده رحمان ما ندیدیم که در طول 10 سال کار را انجام داده باشه. خب آزاده رحمان دختر رئیس جمهوری تاجیکستان 9 سال باز رئیس دادگاه اجرایی پرزیدنت است. او به جز عنوان کارمند شایسته تاجیکستان اردن شرف درجه 1 رتبه معاشره دولتی عدلیه در رتبه دیپلماتی سفیر فوق العاده مختار دارد. یعنی همچنان در که شما میبینید اردن شرف درجه 1 هم نیز داره و علاوه بر این رتبه مشاور دولتی عدلیه و رتبه دیپلماتی سفیر فوق العاده و مختار را دارد. در سن 46 سالگیش دختر ایمالی رحمانوف این عنوان‌ها را علیه چکار کرده؟ به خود ثبت کرده و گرفته است. شما همدیاران و هموطنان عزیز بگویید که چنین عنوان‌ها را در کدام کشور دیگری به جز تاجیکستان و ترکمنستان و کره شمالی شما پیدا میکنید؟ شما نامبر کنید. مثلا بگید که در کره شمالی شما میتوانید، مثلا در کره جنوبی شما میتوانید ببینید که دختر پرزیدنت یا دختر سروزیر با عنوان فلان فلان شایسته توفیق کرده شد. حتی در قرقیزستان همسایه ما شما برید ببینید که کدام دختر پرزیدنت عنوان گرفت. این چیزها دیده نمی شود. چرا؟ چون دخترای پرزیدنت در سر قدرت نیستن و نمیتوانند چون این عنوانها را بگیرن و اجازه هم ندارند که چون این عنوان بیتین، چون مردم اونها بیدار است و اجازه نمیدید که با کسی که به دروغ به قدرت آمده است، برای خون به قدرت آمده است، دیکتاتور هست، خونخوار هست، او را چکار کنن؟ عنوان شایسته یا که عنوان شرف بیتین. برای همین باید تمام مسئله ها را ما از هر دیده چکار کنیم؟ در نظر بگیریم. ببینید در کشوری که معاش میانه از همه پسترین در میان کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل است، دادن عنوان بلند به خویشاوندان رئیس جمهور نشانه پستی و بدصفتی نیست و اگر نشانه تفریقه بزرگ بین مردم نیست؟ مگر چگونه شما در کشوری که پسترین معاش را دارد، در همین کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل که قرقیزستان و ازبکستان و ترکمنستان و اینا هست، شما چگونه میتوانید چنین عنوان رو به دختر پرزیدنت بدهید؟ این مگر تفریقه دوزی بین مردم مگر نیست؟ این مگر نشان الیت وجود داشتن در جامعه تاجیکستان نیست؟ مگر که شما امروز گروه بندی کردید تاجیکستان رو، شما امروز الیت سیاسی ساختید و با اون درجه‌ای که شما میکنید که مردم تاجیکستان دیگر هیچ عنوانی نداشته باشد. ببینید هنگامی که مهاجران تاجیک برای زنده ماندن در روسیه چیکار میکنن؟ مهنت میکنن. خودی روسیه 5 مراتب مزد بالاتر از همین تاجیکستان دارد. ببین 5 مراتب. و اینها میروند در پسترین شرایط در روسیه کار میکنن تا اینه که بیان فرزندان خودشون رو بخورانند. این مگر برای مردم ما، برای حکومتداران ما یک ننگ نیست؟ ظلم حکومتداران و پذیرفتن ظلم از جانب مردم تاجیکستان. برای همین باید ما به این نقطه نظر کنیم که چگونه ما باید به این نقطه نظر کنیم و به این سوال جواب بدیم که آیا قدرت باید به دستاوردهای شخصی خدمت کند یا به بهبودی زندگی مردم؟ ما باید به این سوال دقیقاً جواب بدیم که همین قدرت ها امروز که هست به دستاوردهای شخصی خدمت کند یا به بهبودی زندگی مردم. ما باید از خودمون بپرسیم
وقتی خودمون سوال رو جوابش رو پیدا کردیم که باید در صورتی که قدرت وجود داشته باشد این قدرت باید برای خدمت مردم مصرف کرده شود و خدمتگاری مردم باشد. اگر قدرت خدمت مردم نکند پس مطمئن باشد که اون قدرت در خدمت شخص قرار میگیرد و به منافع شخصی کار میکند و شخص میتواند پرنفوذ شود، پول مالش زیاد شود، ظلمش زیاد شود و او کاری میکند که بالای مردم ظلمی بیشتر میکند. اکنون بیایید مسئله های معاش را در تاجیکستان ببینیم و بعدا برمیگردیم چندین نوار کوتاه یا یک نوار از سامانه دلیر امام مالک که زندان شد، یک نواری رو به سمت شما میرسونیم که چگونه احوال مردم تاجیکستان از کمبودی یعنی اذیت میکشد، در چه حالت قرار دارد. بیاید در قدم اول من این مسئله رو از یپیروز به سمت شما برسونم و این رو با هم بخونیم. همطور شما در روی تلفن خود یا در روی کامپیوتر و تلویزیون خود میبینید ما با سامانه از یپیروز سفر کردیم و در سامانه از یپیروز در اینجا همونطور که شما میبینید در مسئله معاش کمی ذکر شده است و این مقاله را از یپیروز نشر کردن. ما این مقاله را با هم میخونیم و کوشش میکنیم در روند خواندن کمی با تحلیل و بررسی این مسئله شروع بکنیم. معاش میانه در تاجیکستان زیاد شد، لکن حالا هم پسترین در منطقه است. خود سرلوحه همین نشاندادی اونی است که تنقیدی از یپیروز به حکومت جمهوری تاجیکستان است که نشان میدهد که در واقع اگرچه معاش در تاجیکستان به دید حکومت بلند شده است ولی در اصل پایان‌ترین در منطقه است. در منطقه ما قرار داریم، معاشی که امروز اینها تعیین کردن پسترین معاش در آسیای مرکزی است. مزد مهنت از همه کمترین با کارمندان بخش کشاورزی پرداخت می شود. ببین با بخش کشاورزی از همه مزد کم پرداخت می شود. مزد مهنتی میان ماهانه نومینالی در تاجیکستان که به کارگران کرایه پرداخت می شود ماه ایون سال روان 3136 سومونی یا خود $314 را تشکیل داده است. در این باره اگنت امور جمهوری خبر می دهد این نشاندهی به اندازه 21.4% زیادتر نسبت به ماه ایون سال 2024 می باشد. مزد مهنت مینیمالی حدی اقل در سطحی 800 سومون باقی می ماند. یعنی اگر چی معاش رو می نویسن اینو معاش رو که می نویسن 800 سوم، یعنی معاش می نویسن که در عموم معاش در تاجیکستان 3136 است، ولی در عموم اگر ما نگاه بکنیم در واقع معاش سطحی همون 800 سوم باقی می ماند. همون 800 سومونی که چند سال یک سال پیش همون روزنامه‌نگار در برنامه ایسا آرزویف اگر اشتباه نکنم آرزو ایسایف است در برنامه اینو گفته های همون شخص بیان داشت که من 800 سومونی معاش میگیرم. خود این نشان میدهد که در تاجیکستان سطح معاش در چه حالت قرار دارد. اگرچه اینها بر رسانه‌ها دروغ و غیر دروغ را مینویسند ولی در پایان اون معاش در چی باقی میموند؟ در همون 800 سومونی که 5-6 سال پیش تعیین شده بود. حالا برمیگردیم به دوامی. در همین حال مزد مهنت واقعی در ماه ایولی سال 2025 در مقایسه با ماه ایونی سال 2024 به اندازه 17.2% افزوده است. مزد مهنت نومینالی واقعی با آن فرق میکند که چگونه امکانیت خریداری از درآمد نشان میدهند. مزد مهنت نومینالی مبلغی است که کارمندان برای زحمت‌های خود در افاده پولی میگیرند. آن در شرطنامه‌های مهنتی، ورقه‌های حساب و کتاب ذکر شده به کارت بانکی گذرانیده می شود. مزد مهنتی واقعی نشان دهنده آنی است که به معاش نومینالی چقدر میتوان مال و محصولات خرید و از کدام خدمت رسانی‌های استفاده بود. آن با سطح نرخ‌ها تورم وابسته است.
در ماه ایون سال 2025 معاش پسترین در جمهوری با کارمندان بخش کشاورزی 1082 سومانی و همه بلندترین در کارمندان سوهای میانه مالیوی و سقورتا 7703 سومانی میرسد. حالا بیایید یک مسئله را اینجا ببینیم. مسئله سقورتا همون مسئله که به اصطلاح روسی نلاگ میگن. چرا باید کارمند اداره نلاگ، مثلا کارمند اداره سقورته 7703 سومانی بگیرد و یک آموزگار 10800 سومانی؟ مگر کارمند اداره سقورته، کسی که جمع میکند این را، ارزشش بالاتر از یک آموزگار است؟ این آموزگار است که او را به اینجا رساند. این معلم است که کارمند سقورته امروز در اونجا کار میکند. چرا باید معاش معلم چند باشد؟ اینجا در همین استاتستیک مزد مهنتی میانه را نوشتن که بعضی از حتی تا 7000 میبینید 700 سومون میرسد که این سقورته است و بعدا پایانتر میگردد. این مزد اطلاعات و علاقه بلندترین میشود و بعدا برمیگردد فعالیتی بعد برمیگردد به مسئله این دیگر خدمت رسانی ها که به حدودی 4500 میرسد. بعدن استخراج کندن های فایده‌ناک که حدودی به تقریبا 5000 سومانی است و دیگر این معاشایی که در تاجیکستان گذاشته میشن. ولی اینجا اگر ما پایان‌تر بیاییم، همونطوری که شما میبینید در عموم از اپیلوس زحمت کشیدن و این مسئله را این طور بیان کردن که در تاجیکستان 314 دلار، قرقیزستان 481 دلار، ازبکستان 484 دلار، قزاقستان 790 دلار و روسیه 1131 دلار معاش حد اکثری میگیرند، یعنی نومینالی. و همونطور که شما میبینید تاجیکستان تو این حال در پایان‌ترین سطح قرار دارد و حدودی 150-160 دلار پایان‌تر از قرقیزستان میگیرد. در حالی که قرقیزستان از ما از همه جهت کم بغلتر است، اهالیش کمتر است، منطقهش خردتر است و باید که ما در معاش از این کشور نیز بالاتر باشیم. ولی من تو این حال نمیدونم که چرا اینقدر اینها کار میکنند. در حالی که ببینید این رسانه خاور است. امامعلی رحمان تمامی مقاله هاش، تعریف و توصیفش در این رسانه نشر می شود. ببینید در همینجا 5 مقاله ای که شما در سرلحمه میبینید، 1 مقاله، 2 مقاله، 3 مقاله، 4 مقاله، 5 مقاله، این 6 مقاله، 7 8 9. خب دیگه اینجا که بعد بچهش تقریبا 9 مقاله همین صفحه حدوداً از تعریف و توصیف خانواده امامعلی رحمان و شخص امامعلی رحمان نشر شده است. ببینید 9 مقاله، یک دونه و 2 دونه نه. این رسانه دولتی است که حکومتی است که خدمت به مردم باید بکند، از تنقید و چی مردم صحبت کند که مردم بتوانند مثلا تنقیدهایشون به پرزیدنت برسد. ولی ما در اینجا میبینیم که فقط به تعریف و توصیف مشغولند. وگرنه ما این اینجا بدرویم تمامی مسئله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با روندهای کارهای در میدان ساختمانی N5 راغون شناس شدند. خب سخنرانی امامعلی رحمانوف فلانی و فلانی محترم فلانی در واخوری با بنیادگران نوبی راغون، پیشوای فلانی با کارمندان نوبی راغون و فعالیت‌های شهر راغون ملاقات نمود. سروای در راغون با جریان‌های کارهای ساختمانی آشنا گردید. همین را در یک مقاله بنویسید چیکار کنند؟ حالا تعریف و توصیف. پرزیدنت امامعلی رحمان با روندهای راه کارها در میدان ساختمانی N5 با چومچه، پیشوای ملت رحمان چومچه در کارها در سرها رودی آبی شورای نوبی راغون شناس شدند. سرور دولت امامعلی رحمان با جریان‌های کار درباره در برآمدگاه نقبی نقلیات NBA راغون در بلند 1300 متر از سطح بخش شناس شدند.
خب دیگه این همین رفتن و تعریف و توصیف از جانب سمونه خاور به امامعلی رحمانوف. برادر ما را عبدالله در چی نوشتن که سقورته یعنی این استراخوفکا به اصطلاح روسی، چون بیشتری مردم سقورته یا انداز رو ندارن، این همون استراخوفکا است. خب این مسئله ای است که دوستان گرامی ما میخواهیم بالاتر و بیشتر در این موضوع صحبت کنیم. حالا دوستان گرامی و هموطنان عزیز، ما میخوام که چند نقطه رو در اینجا ذکر کنم. اولین نقطه ای که میخوام در اینجا ذکر کنم مسئله پس بودن معاش است. با وجود تمامی داشتن ذخایر طبیعی در تاجیکستان، با وجود مشکلات سخت و کار کردن سخت و زحمت کشیدن این مردم در مهاجرت مهنتی، با وجود تمامی کارکنان ساحه کشاورزی در تاجیکستان که بسیار زحمت میکشند، در گرمی آفتاب کار میکنند، باز هم در تاجیکستان معاش بالا نمی رود، سطح زندگی مردم پستر می شود و در کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل تاجیکستان در پسترین زینه قرار دارد در معاش. یگان از این کشورها اگر ما به طبیعت منطقوی برویم، یعنی طبیعی برویم، از ذخیره‌های طبیعی در سطح تاجیکستان معدن‌های ذخیروی ندارد. تاجیکستان بالاتر از هر کدوم اینا دارد. ولی وقتی که ما برمیگردیم چیکار میکنن؟ ما نمیبینیم که تاجیکستان بتواند حد امکان از این سوال پیشرفت کند. با وجود تمامی تلاش‌های حکومت امامعلی رحمانوف که با چین شرطنامه بست که امروز کان معدنی چین زیادت نمیفهمن 60% با چین میره و 40% به تاجیکستان میاد و ده ها معدن‌های دیگری که نمیفهمم به دیگر کشورها سپارید. همه این باید به اقتصاد کشور کمک برساند. ولی ما میبینیم که با وجود تمامی فروختن همین معدن‌ها به کشورهای خارج، معاش نمینالی در تاجیکستان بالا نمی رود. یعنی اون چیزی که تأکید کرده می شود این مسئله است که تو زمانی که حکومت امامعلی رحمان در سر قدرت هست و دزدی و چپاولوسی و فشار حد اکثری بالای مردم یعنی ادامه میدهد، هیچ گونه پیشروی را مردم تاجیکستان باید انتظار نباشند. مثلا مسئله عادی بگیریم، قرقیزستان در مدت 1.5 سال توانست معاش حد اکثریش رو بالا ببرد. به خاطر چی؟ چون انقلاب کرد و ظالم را سرنگون کرد و حکومت مردمی را به میان آورد و در روند این توانست معاشش رو بالا برود. از حدودا قرقیزها تقریبا $500 معاش دارند. در $500 معاش چی میتوانی بگیری؟ خب میشود روزمره زندگی یک معلم بگذرد حد امکان. در تاجیکستان هم اگر بتواند یک معلم 5000 سومون عین حال معاش بگیرد، مطمئن باش که دیگر اون آموزگار از مکتب، از اون تمرکزی که بالای شاگردش میکنه دیگر از فکر کردن نمیتواند. اگر ما با یک آموزگار 5000 سومونی بتیم، عین حال مطمئن باش که آموزگار چیکار میکند؟ میتواند فرزند من را تربیت درست بکند. در غیر از صورت آموزگار تربیت نمیکند. آموزگار در فکر اون است که از کجا فرزندش رو فردا آرد بخرد، روغن بخرد. مسئله دومی که من میخوام اینجا ذکر کنم، مسئله فرق یعنی تبرم است. مشکلات نرخ وجود داره در تاجیکستان. یعنی در اصطلاح ادبی اون رو ما تبرم میگیم، ولی نرخایی که گوناگون است. مثلا ببینید در تاجیکستان امروز مونوپولیا اونقدر سخت شده است که آرد مواد اولیه مردم تاجیکستان است و او از خارج کشور می آید و مونوپولیا شدگی است که در تاجیکستان وقتی میرسد به گرانترین نرخ به مردم تاجیکستان داده می شود، در حالی که در قرقیزستان چنین نیست.
در حالی که خود قزاقستان فروش آرد در قزاقستان کپیک است. مردم قزاقستان 3 مرتبه از ما معاش بلندتر میگیرن ولی آرد چون باز ارزون است. مواد غذایی اولیه از جمله آرد در کشورهای ادیم ارزانتر است. نظر به تاجیکستان. یعنی یک مسئله این است که معاش ما از همه این کشورها پایان‌تر است و باز هم گرانتنی نرخ آرد بازم بالاتر می رود. مسئله دومش روغن امروز در تاجیکستان نمی رسد. امروز تکنولوژی پیشرفت کرده است و جایی که در تاجیکستان یک کشور آفتابی است بیاین سیمچکا و دیگر اون آفتابک ها را بشنونن، از آنها روغن بگیرن و کوشش کنند که این ساحه را بیشتر ببرن که ما بتوانیم صادر کننده روغن باشیم نه وارد کننده روغن. اینها این کار را نمیکنند و ما مواد اولیه یعنی روغن را از خارج میاریم و این باعث میکرده که چیکار کنیم ما در تاجیکستان به این سختی ها روبرو شویم. شما فهمیدید مسئله مهمی که ما میخوایم در اینجا ذکر کنیم چی است؟ ما نه تنها باید معاش را نظر بکنیم که معاش ما پست است از همه، بلکه سطح نرخ را باز هم نظر بکنیم که مقایسه نرخی بین کشورهای مشخیل است. چرا قرغیزها روغن ارزانتر میفروشن، آرد ارزانتر میفروشن نظر به ما؟ مگر مسافات ما از مسافات اونها طولانی تر است یا اینکه نه؟ چرا اونها ارزانتر دارن؟ منابع طبیعی ما نظر به منابع طبیعی قرغیزستان زیادتر است یا کمتر است؟ چرا قرغیزها پیشرفت میکنند ما نمیکنیم؟ همه این مسئله را باید ما مقایسه بکنیم، بعد ما میتوانیم به اون خلاصه آخر بیاییم برسیم. وقتی که من در تاجیکستان بودم، یک از نزدیکان را که وقتی که من نزدش رفتم جریمه میکردن، میگفت که ما امروز جریمه کرده سودیم چون پول بودجه کشور نمیرسد. ما باید بیشتر جریمه کنیم. فرمان دادن که پول جریمه یک مقدارش باید بانک برود، ما یک مقدارش روز باید بانک روی کنیم. ما نمیتونیم در داخل اینجا عین حال بگیریم چون بودجه کشور بود نشده است. باید مردم رو جریمه کنیم و بودجه کشور رو چکار کنیم؟ پر کنیم. اون بودجه جمع کرده ای که حساب کردن کجا شد؟ دزدیدن. که دزدید نزدیکان خویشاوندان ایمالی رحمان. پس از مردم باز غارت میکنن تا اینه که اون پول مقرری بودجه کشور تامین کرده شود. پس مشکلات در سطح بالا قرار دارد در تاجیکستان، بسیار بالاتر از اونه که هر یک کدوم ما تو فکرش رو میکنیم. مثال ببینید، ما عین حال مثال عادی اونایی که گفتن مثلا 3100 چند سومونی معاش حدی اکثری میگیریم در تاجیکستان و طور حسابی که معمولی کرد. حالا اگر ما همین رو اگر بگیریم، خب اگرچه دهقان‌ها که اغلب مردم تاجیکستان دهقانن 800 سومون میگیرن، اگر ما همین رو بگذار 3000 سومون حساب کنیم، به چی یک آموزگار میرسد؟ آموزگار چند فرزند دارد؟ فرزندش وقتی مکتب میرود از همون صنف اول باید چکار کند؟ به فرزندش رو لباس بخرد، به فرزندش رو سپرف که از شرکت فراز، شرکت دزدی شمسلا صاحبوف بگیرد، به فرزندش رو باید چکار کند؟ کتاب و ورق و دفتر و روشکه قلم و این چیزها باید بخرد. باید بازم برای مکتب که در اونجا سردی و نرمی و نمیفهمم اینا است باید پول بدهد که فرزندش رو در مکتب گرم نگاه بدارد. همه این معاشات در سر یک آموزگار هم وجود دارد و آموزگار هم پرداخت میکنند. قیمتی آرد، یک آرد ها یک خطه شمس مثلا 300 سوم، یک کیلو گوشت تقریبا به 100 سومون رسیده است.
1 کیلو روغن بگو، 1 کیلو شکر بگو، 1 کیلو مکرون بگو. اگر قیمت اینها را ما بزنیم و مقایسه کنیم، معاش یک آموزگاری که 2 فرزند به بالاتر دارد نمیرساند. اون آموزگار نمیتواند در مکتب کار کند، در حالی که معاش آموزگاران پایانتر از این است. در اینجا اگر معاش ساحه معارف اگر ما نظر بکنیم، ساحه معارف، خب اینجا ما اگر نگاه کنیم 3 سال خب جمهوری کارشناسان معاش اداره دولتی مدافع تامین امنیت معارف چند سو میگیره؟ 10,000 تومان. یعنی بلندترین معاشی که یک آموزگار در ساحه معارف دارد 10,000 تومان است. یعنی اونم دیرکتری مکتب شاید باشه که 10,000 تومان بگیری. 800 سوم، 700 سوم، 900 سوم، نمیفهم 1000 1500 سوم، همین قدر معاش دارن. یک آموزگار به 1500 سوم، به 800 سوم به کجا میرسد؟ شما خودتون باید مقایسه کنید سطح تورم کشور را که بازار امروز در تاجیکستان واقعا خراب شدگی است. پس وقتی که آموزگار به بازار می رود، به اون معاش ناچیزی که او را با چندش را میگیرن، از اون مالیات میگیرن، سغورته میگیرن، از همه اون مالیات انداز میگیرن و بعد از او بازم برمیگرده چیکار؟ بعد یک معاش ناچیزی دیگه، اونم در مکتب بیا فلان مسئله رو پرداخت کن، فلان مسئله رو پرداخت کن، از سر معاش معلم چندین پول دیگه اش رو میکشن میگیرن. با از سر او پول راه پولی، یعنی راه کرایی که دارن دیگر. پس به یک معلم چیزی بخی نمیماند. یک معلم دستش در بنیه‌اش چیکار میکند؟ از مکتب به خونه‌اش برمیگرده. با فرزندش گرسنه بماند چی میگوید؟ من حاضر همین معلمان اگر بدراین اینجا مرا سوال کنن، من اگر از اونها سوال کنم که به فرزند چه جواب میدی وقتی نان میگوید، چه پاسخ خواهد داد؟ تلبندگی میکنم؟ بچه عمکم رو از مسکو میگم برام پول روان کند، بچه تقویم رو میگم از کل فلان جو بیاید، گاوم رو میفروشم که ما چی بخورم؟ شیرم از گاوم است. خب این عیب است به خدا. این مسئله بسیار عمیقاً عیب است. دوستان گرامی و هموطنان عزیز، من لینک برنامه را در پایان گذاشتم. شما می توانید به لینک برنامه پیوست شید و پیرامون موضوعی که ما گذاشتیم فکر نظر خود را بیان بدارید. استودیو آزاد است و شما می توانید پیوست شید. و دوستان گرامی هموطنان عزیز، از شما خواهش میکنیم که برنامه را دستگیری بکنید، بیشتر نظریات بنویسید، لایک بزنید، چون ما در یک هفته یک برنامه داریم و این میتواند باعث اون بگردد که کانال ما پیشرفت نکند و بیننده‌اش کمتر باشد. شما کوشش کنید که این بیننده رو بیشتر کنید. یعنی ما با هم میتوانیم با یکدیگر کمک برسانیم که بیننده ما بیشتر شود و نوارهای ما رو بیشتر ببینند و همه از من مطمئن باشید که انشاءالله امینیم هیچ وقتی از حساب بنده، از جانب بنده نمیبینید که من برای غیر اخلاقی، برای گرفتن پول و هر چیز دیگه باشد از شما دعوت کنم و انشاءالله تا آخرین نقطه کوشش تلاش میکنیم که مستقلیت خودمون حفظ کنیم و برای آبادی و آزادی تاجیکستان مبارزه ببریم. برای همین برادران و خواهران عزیز، لطفی برای یعنی خواهشی برادرانه است، لایک بیشتر بگذارید، کامنتری بیشتر بنویسید و این به ما کمک میرساند و انشالله که در آینده ما را اگر دستمان به جایی رسید بازم برای مردم و کشور کمک خواهیم کرد. خب این موضوعی بود که ما در این موضوع صحبت کردیم و ما برمیگردیم به موضوع دوم. موضوع دوم رو موضوع آزاد گذاشتم و ما برمیگردیم به رسانه‌های تاجیکستان و در رسانه‌های تاجیکستان کمی نظر میکنیم که چی می‌نویسن. من از جمله رسانه خاور، من بسیار کوتاه در رسانه خاور وارد میشم و از همون لیستی اخبارهایی که در دست چپ کاملا مینویسن چند نقطه‌اش رو در نظر میگیرم و میخونم و میبینیم که از کدام مسائل تنقیدی و کمبودی مردم صحبت میکنند. فقط از پیشروی در کدام حالت میشه؟ در حالتی که کمبودی وجود داشته باشه. حالا ما ببینیم که اینها چیکار میکنن، چی تنقید و چی پیشروی رو در اینجا بیان میدارن. من برمیگردم به سامانه خاور و در سامانه خاور همونطور که شما ببینید از دست چپ این یک لیست خبری است. حالا اگر در تلفن شما درست‌تر نشون بدید، چون در
یعنی کامپیوتر که من نشستم هستم از طرف دستی چپ است و در اینجا اومده است که اخبارهای روز 27 بعد ما برمیگردیم با اخبارهای دیگر روزشان، ولی کوشش میکنیم که بسیار کوتاه و سریعتر بخونیم. در کانی بودن به خوانندگان لباسهای مکتبی و اشیای خونشین تقدیم گردید. در کانی بودن به خوانندگان لباسی مکتبی و اشیای خونشین تقدیم گردید. در دوشنبه آزمون جمهوریوی برنامه‌سازی جوان برگزار شد. راه‌های افزایش دادن حجم استحصال و کارکرد نرخ پخته در تاجیکستان بررسی گردید. در چین مسئله وضع زمین‌های شور و اشغال‌دار را بررسی شد. یعنی در چین از درباره کیتایی میگوید، ما در تاجیکستان. در ناحیه رشت انشاءات ساحه معارف و ورزش به استفاده داده شد. در دوشنبه در موضوع نوسازی چین کنفرانس برگزار گردید. خب بازم کیتای. انگور خوش‌طعمی تاجیکستان در بازارهای شهر سمر به فروش گذاشته شد. عملیات بچه‌ها با مقصد پیشگیری حادثه‌های راه و نقلیات به اشتراک کودکان نورسان گذرانیده می‌شود. بیش از 15,000 عائله ها در منطقه زیر آبشوی نابراغون قرار داشته به منزلی دائمی زیست و قطعه زمینی نزد حولگی تامین گردید. 9 سپتامبر سرچشمه نینگر با رنگ‌های پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان فروزان خواهد شد. تاجیکستان ساحه زمین در رقم کنی ساحه زمین در تاجیکستان به هیئت بانک رشد آسیا بررسی شد. خب بانک رشد روسیه این بانکی است که همیشه به تاجیکستان قرض میده دوستان. سرمایه گذاری چین با سوبیکت منطقه آزادی اقتصادی سوخت شناس گردید. از جانب نشریه ادب 4 کتاب به نشر رسید. ببینید دوستان گرامی، چین تا اون درجه را به تاجیکستان نفوذ کرده است که ما تا ساعت 1 روز تاجیکستان را از عین حال اخبار خوندیم، یعنی تا ساعت 1 را در همین چند ساعت ما حدوداً 13 مراتبه 3 مراتبه موضوع چین را خوندیم که تایا 3 مراتبه در همین حدوداً 1 دقیقه بود. ببینید چین چقدر در تاجیکستان نفوذ کرد، چقدر نفوذ دارد و این مسئله بسیار عمیق است. استقلال دولتی عامل کلیدی سیاست موفق تاجیکستان در عرصه بین المللی است. خود همین رسانه ناخودآگاه سرلوحه می نویسد که سرلوحه تنقیدی است. خودش نمیداند. مطمئن باش که در داخل همین سرلوحه اگر بدروید اینها بسیار تعریف و توصیف کردگیند، ولی خودی همین سرلوحه تنقیدی است. وقتی که شما میگویید که استقلال دولتی عامل کلیدی سیاست موفق تاجیکستان در عرصه بین المللی است، ما یگانه چیزی که امروز داریم استقلال دولتی است، دیگر چیزی دیگه نداریم که او استقلال دولتی ما را چکار کند، تقویت بخشد در عرصه بین المللی و مردم بدانند که تاجیکستان فلان کشوری است که فلان چیزش میتواند چکار باشه، عامل کلیدی سیاست های تاجیکستان و موفق تاجیکستان باشد. فلان ها ماشین ها طیاره ها فلان چیزی رو میشاید مثل کره که در تمام جا تلفای کره‌ای نمیفهمم، ماشین لباسشویی کره‌ای، خب تلویزیون کره‌ای نمیفهمم، ماشینی که هر چیز از کره میرود. فهمیدید دوستان؟ برای همین هم دیاران و هموطنان عزیز مسئله ها را خیلی خوب دقت بدید. اموالی رحمان در 2 اگریگر اولی نابراغون تا امروز 9.1 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق استحصال کرده شده است. این اموری است که اموالی رحمان افتاده است، در حالی که خود تاجیکستان تا امروز نتوانست به ملت خود و مردم خود چکار کند،
برق تامین کنند. ما در تاجیکستان برق نداریم، ولی ما استحصالی که امالی رحمان میگوید از همه برق بیشتر استحصال میکنیم. خود این چی میگوید؟ از چی خبر میدهد؟ به افغانستان میفروشیمش، نمیفهم به پاکستان میفروشیمش، به دیگه کشورها میفروشیمش، ولی مردم تاجیکستان بی برقن. رئیس شهر دوشنبه رستم امومعلی با حاکم شهر استانه جنس قاسمبک ملاقات نمودند. در نیروگاه برق آب راغون بیش از 18,000 کارگران و کارمندان مهندسان تکنیکی فعالیت دارند. رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رستم امومعلی با رئیس مجلس پارلمان جمهوری قزاقستان ارلین کشنایف ملاقات نمودند. مگافون تاجیکستان برد ملی سامانی و تحفه‌های دیگری عالی جانب را دایم می‌نماید. خب پیشوای دروغین تاجیکستان امومعلی رحمان با کارمندان ناب راغون و فعالان شهر راغون ملاقات نمودند. در دوشنبه دور سیوم آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است جنبسته گردید. در جماعت دهات قرطاق بینای علاوگی تعلیمی کودکستان و تالار ورزشی به استفاده داده می شود. توفه ارزشمندی پیشوای دروغین تاجیکان کتاب شاهنامه به ناحیه فیض‌آباد رسید. امروز در ناحیه کوهی تاجیکستان هوا تا 36 درجه گرم است. قرب اسعار تقویم امید خوار. خب ما روزی 27 ما کاملا خوندیم. شما یک روز رو مثلا رو پورا دیدید که در تاجیکستان چه اتفاقی میافتد. برای همین دوستان گرامی این مسئله بسیار یک مسئله ای است که من و تو اهمیت بدیم و به این اندیشه کنیم، نظر کنیم و بیاندیشیم که در تاجیکستان چه واقعه ها رخ می‌دهد و چرا باید ما همچون مردم تاجیکستان بی‌تفاوت نباشیم. چرا باید ما بی‌تفاوت باشیم؟ چرا باید دختر امومعلی رحمانوف عنوان بگیرد؟ چرا باید در رسانه‌های حکومتی دروغ بر دروغ ریخته شود؟ ما در همین اخبار خوندیم فقط در مسائلی که در ناب راغون فلان چه اتفاق افتاد، چین در فلان جا سرمایه گذاری کرد، امومعلی رحمانوف با فلانیو ملاقات کرد و رستم امومعلی با فلانیو ملاقات کرد. فقط در همین اخبار یک روزه ما فقط یک چی خوندیم که کسانی که در زمین یعنی جای زیستشان در وقتی کوچونیدن ناب راغون اونجا میخواستن برق بسازن ضرر دیده یا ضرر میبیند با اونها چو کردن خانه توفه کردن، همون خونه‌ای که ساختن اونها رو کوچوندن. یعنی یگانه خبری که خوشحال کننده بود ما این مسئله را خواندیم. دیگر تمام اخبارهایی که نشر شد در طول یک روز هیچ منطق معنا نداشت. مطمئن باشید که اگر ما 24 ساعت دیگر هم همین اخبارها را بازم بخوانیم منطق دقیقی درستی پیدا نمی‌کند. مسئله معین مشخص است. چون اینها خدمتگار من و تو، خدمتگار مردم، خدمتگار کشور نیستند. اینها فقط به خاطر منفعت شخصی خود به نمایش میگذارند اون چیزی را که باید در چشم من و تو نشان بدهند که اونها انجام داده ایستادن، کار میکنن تا اینی که من و تو نخزیم و اینها را انقلاب نکنیم. فقط به خاطر سر راه انقلاب رو گرفتن به چشم من و تو خاک میپاشن. یک خاک رو میگیرن و او را با عنوان اون چیزی که توانستن یک کاری انجام بدن میکنن. وگرنه همین خانه های کوچاندن حال بیرود پشتش رو اگر بگردید خود صاحبان همین خانه زحمت و تلاش کشیدن، پول مصرف کردن تا خانه بسازن برای خود. مطمئن باشید پشت پرده کارهای در تاجیکستان صورت نمیگیرد که اونها رسانه‌ای نمیشود. مردم میترسد از هراس، نمیگوید حقیقت را آشکار نمیکند. اگر یادتون باشد همین سال در ناحیه ایرش زمین لرزه شد، رادیوی آزادی خبری را نشر کرد که در همون اشخاصی را که اومدن خانه اشون از 50% بالاتر ضرر دیده بودن گفتن کاملا ما شما را برمیگردانیم، ولی یکی از ساکنان منطقه ناحیه ایرش شکایت کرده بود که به او نه تنها اینکه موادهای لازمه خانه را ندادن وعده کردن، بلکه حتی یک یعنی قابچه آردی برای خوردن و یک بخلشکه روغن هم برایشان ندادن.
که این وعده داده شده بود که تمام این چیزها برای اینها داده می شود. برای همین وقتی که میخواهیم حق به حقدار برسد، پهلوانان این کشور باید چکار کنن؟ بر بخیزن و این پهلوانان این کشور میتوانند در تاجیکستان یک انقلاب رو بکنن. امروز پهلوانان ما متاسفانه تعریفگر و توصیفگر خانواده ایمالی رحمانوف شدن و نمیگذارن که چکار کنیم؟ ما و شما انقلاب بکنیم. برای همین هم یاران و هموطنان عزیز، انقلاب از خانه هر یکی من و تو سرچشمه میگیرد. همه ما میخیزیم و برای آبادی آسایشتگی این کشور مبارزه میبریم. از اینجا انقلاب رو آغاز میکنیم. ما اول خودمون انقلاب باید بکنیم. اول انقلاب فکرمون رو باید تغییر بدیم. ما باید تغییر بیایم که حق ما را کسی نخورد. ما امروز آغاز بکنیم که یک نفر اومد حق من را خورد، بگو برادر حق من رو نخور. مطمئن باش که امروز حق خودت را دفاع کرده و از فردا حق همسایت را دفاع میکنی و همسایت میآموزد از حق خود دفاع میکنه. و این مثل یک پدیده‌ای در جامعه به نشر میرسد، پهن میگردد و اون زمان چیکار میکند؟ مردم برمیخیزند و انشالله همین در تاجیکستان یک انقلاب به میان میآید که اون انقلاب سرفرازی میارد، شایستگی میارد، پیشروی میارد به این ملت. و تا روزی که ما و تو اگر بیدار نشویم، هر حکومت دیگه که بیاید همین مشکلات رو بالای سر من تو میارد. این همین مشکلاتی که دزدی، غره و ذلت بالای مردم تاجیکستان. فقط در صورتی که چون حالت به میان نمیآید که من و تو ملت تاجیکستان، مردم تاجیکستان بربخیزیم و چیکار کنیم؟ از ناموسمون دفاع بکنیم، از دینمون دفاع کنیم، از هویتمون دفاع بکنیم. تا زمانی که ما این کار نکنیم، مطمئن باشید هیچ کسی به من تو اعتماد باوری نمیکنه. ولی بعد ببینید سالهاست به اسم اونی که برای ملت مبارزه میبرن هویت دینی ما را زیر سوال بردن. هر روز در مقابل دین در تاجیکستان مبارزه میبرن به شعار اونی که گویا هویت ملی ما را میسازن، ولی در حالی که هویت ملی ما را ضربه میزنن، از بین میبرن. هر روز در مقابل هویت ملی ما اینا چیکار میکنن؟ نقشه و برنامه میکشن. هر روز یک برنامه نوی، هر روز یک مشکلی نوی تو میبینی. هر روز میبینی که ملت ما در سطح بین المللی آبرو شأن شرفش پس میشود و هر روز به اسم افراطگرایی و تروریسم شناخته میشود. و خود امامعلی رحمانوف در تاجیکستان این ملت را اول به این گناه جرم میبندد. یعنی اول میگوید این ملت تروریست است، میبره زندان میکند، تمام تلاش رو میکند تا مخالفان را در خارج همچون چه تروریست بشناسند و خودش تلاش کوشش میکند که چیکار کند؟ این انسان ها را آماده بسازد تا درگون ترکش کنند، فلان و بسمدان کنند و مخالف و تاجیک اسمش همچون یک کشور تروریستی، اشخاص تروریست شناخته شود تا اینه که این مفاد بگیرد، پول بگیرد و غرب و دیگر منطقه را بگید که نه من در مقابل تروریسم مبارزه میبرم و بیا مرا چیکار کن؟ کمک برسان. و به اساس همین من و تو را امروز نگاه میدارد و از جهانی دیگر پول میگیرد، از جهان غرب پول رو گرفتن میگیرد، گویا که این ملت تروریست است، افراطگرای است، اکستریمیست است و از دیگر طریق چیکار میکند؟ ملت تاجیک را، ملتش را، دینش را، آبرو شان شرفش را از بین میبرد. وگرنه چرا حروف ما تو امروز سریلیکی است؟ چرا ما باید به فارسی برنگردیم؟ اگر میخوای برای هویت ملی کار کنی چرا برنمیگردید؟ چرا تو امروز زبان ما تاجیکی است چرا به فارسی برنمیگردیم؟ چرا ما زبانم رو اسمش رو فارسی نمیگذاریم؟ اگر هویتمون ملی است چرا در تاجیکستان ما اسمهای تو امروز روسی و نمیفهمم دیگر ملت ها را داریم؟ چرا باید ما اونها رو فارسی نگردانیم؟ اگر امروز ما به خاطر هویت ملی کار میکنیم چرا باسمچی ها را تا امروز ما عنوان نمیتیم، نمیگیم که اونها فرزندان اصیل این کشور بودن؟ چرا فوزایل مخصوم را قهرمان این ملت اعلان نمیکنیم که در مقابل شوروی سالها جنگید؟ پس برای خاطر هویت ملی اینا کار نمیکنن. اینا نه به هویت ملی کار میکنن نه به هویت دینی ما کار میکنن. اینها فقط به خاطر خانواده یک شخص کار میکنن، شخصی امامعلی رحمانوف. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دیگر برنامه رو خاتمه میتیم دوستان گرامی.
و این خیلی نقاطی بود که من در برنامه به شما زدم و امیدوارم که پروردگار همه ما و شما را در پناه و حفظش نگهبان باشد. حرف خیلی زیاد است باید بزنیم، ولی زنگ تلفنم طوری که میبینید خیلی زیاد اومده ایستاده است و باید من زنگ تلفن رو پاسخ بدیم. ان شاءالله که برنامه بعدی رو باز در خدمت دوستان و عزیزان قرار خواهیم گرفت و ان شاءالله که کوشش میکنیم که از 1 تا 1.5 ساعت هر هفته و اگر ان شاءالله فرصت شود بیشتر در خدمت دوستان و برادران قرار بگیریم و اگر دوستان کمک بکنن در روند برنامه لایک و کامنتری بیشتر بگذارن که برنامه ما بیشتر شود و جالبتر شود برای بینندگان و بیننده بیشتر بیاید. ان شاءالله ما بازم برنامه بیشتری رو در خدمت شما قرار میدیم و ان شاءالله همین طریقتی برنامه رو پیش میبریم. دیگر شما را به پروردگار امان میسپارم. پروردگار همه شما را در حفظ امانش نگهبان باشد. الله همه ما و مهاجرین مهنتی تاجیک را پروردگار به سری بلند به تاجیکستان بر بگرداند و ما مخالفین و مبارزین و مجاهدین را پروردگار پیروز بگرداند که با اون انقلاب شرفمندی که میتواند مردم تاجیکستان را از یک بهتان، از یک ظلم، از یک ستم، از یک نجس نجات بدهد به اون برساند. پروردگار همه ما و شما را به هدفمون برساند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.